مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه. هرچی فشار بیارید محکم‌تر میشه، هرچی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هرچه با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت. اون تحلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.